با سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی دارالترجمه رسمی دورسا. علی پور هستم، کارشناس دفتر ترجمه رسمی. عزیزان، در این ویدیو قصد داریم مراحل ترجمه رسمی دیپلم و ریزنمرات رو به صورت تخصصی در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. دیپلم و ریزنمرات برای دانشجویانی هستش که قصد پذیرش و یا تحصیل در دانشگاه‌های خارجی رو دارن و اگه میخوان در یکی از دانشگاه‌های معتبر به صورت تخصصی ادامه تحصیل بدن لازم و ضروریه. در دارالترجمه رسمی دورسا خدمات ترجمه‌های رسمی و قانونی به تمامی زبان‌های رسمی مخصوصاً ترکی استانبولی قابل انجامه و شما عزیزان با ارائه مدارکتون به دارالترجمه دورسا میتونید ترجمه رسمی رو تحویل بگیرید. عزیزان ببینیم، باید توجه داشته باشین که مدرک دیپلم و ریزنمرات شما حتما باید 3 مهر مدرسه، آموزش پرورش منطقه و آموزش پرورش کل استان رو داشته باشه. علاوه بر داشتن این 3 مهر در واقع شما باید تاییدیه تحصیلی هم بگیرید. شما با مراجعه به سایت emt.medu.ir میتونین اقدام به گرفتن تاییدیه تحصیلی بکنین. این سایت برای شما یک کد پیگیری میده که شما عزیزان باید این کد پیگیری رو در اختیار دارالترجمه قرار بدین. عزیزان، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترجمه های رسمی به زبان های مختلف میتونیم با شماره های 0935 349 48 15 و شماره ثابت 44 85 67 91 تماس بگیرید. ما در دارالترجمه دورسا 24 ساعته پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود.